نه مرادم نه مریدم، نه پیامم نه کلامم، نه سلامم نه علیکم، نه سپیدم نه سیاهم، نه چنانم که تو گویی نه چنینم که تو خوانی، و نه آنگونه که گفتند و شنیدی. نه سماعم نه زمینم، نه به زنجیر کسی بسته‌ام و برده دینم، نه سرابم نه برای دل تنهایی تو جام شرابم، نه گرفتار و اسیرم نه حقیرم، نه فرستاده پیرم، نه به هر خانقه و مسجد و میخانه فقیرم، نه جهنم نه بهشتم که چنین است سرشتم. این سخن را من از امروز نگفتم ننوشتم، بلکه از صبح ازل با قلم نور نوشتم. حقیقت نه به رنگ است و نه بو، نه به های است و نه هو، نه به این است و نه او، نه به جام است و سبو. گر به این نقطه رسیدی به تو سربسته و در پرده بگویم، تا کسی نشنود این راز گوهربار جهان را. آنچه گفتند و سرودند تو آنی، خود تو جان جهانگیر نهانی و عیانی. تو همانی که همه عمر به دنبال خودت نعره زنانی. تو ندانی که خدا نقطه عشقی، تو خود اسرار نهانی. همه جا تو، نه یک جای نه یک پای، همه ای با همه ای هم همه ای. تو سکوتی، تو خود باغ بهشتی، تو به خود آمده از فلسفه چون و چرایی. به تو سوگند که این راز شنیدی و نترسیدی و بیدار شدی در همه افلاک بزرگی. نه که جزئی، نه که چون آب در اندام سبویی، تو خودویی به خدای. تا در خانه متروکه هر کس ننشینی و به جز روشنی شعشعه پرتوی خود هیچ نبینی و گل وصل بچینی.